انا الذي سمت الروح روحيدرا بقال الذي صلى على اهل الشاكرين المشركين الله اکبر الله. داش عجب چیزی میبری. دمت گرم. قربونت. داش دیگه چه خبر؟ هیچ بی خبر. داریم تمرین میکنیم که چجوری مشرکین حواست هست که اولین ویدیومونه. بله ما اولین ویدیومونه. میخوایم رقبا رو بذاریم کنار، خودمون باشیم و خودمون مشرکین رو نابود کنیم. اشغالتون رو بکنید که ما اومدیم دیگه. آره یعنی اشغالشون تازه شروع شده. نه دیگه داش ما اومدیم تموم شد. یعنی چی؟ نه دیگه. یعنی چی نه دیگه؟ دارم میگم اشغالشون دیگه تموم شد، ما خفنیم دیگه اومدیم. الانشون میری؟ آره. چیزی من کات کنم. پاموجری بود گوشت رو میبری دقیقا همونه. از اون بهتر میبرین نازک‌تر. بریم سر کنیم. بریم آقا بریم. یالا. کجاست؟ اینجاست. نریزی. چی کار کنیم؟ نمیدونم. نمیشه که منتظر شیم، یه حرکتی باید بزنیم. نظر چیه؟ نه. آها من دستمال جوری. کس کنیم. من نه. دا بری. داشت چی کار کنیم؟ اونجا که چیزی نداره. یا اول یا حسین بابا اومدم. باشه بیا تو. بیا ترسیدم. دمت گرم. اینو بده بریم. بده قابلمه گندگی نهید اینجا. داشت مگه میخواییم برنج بپزیم؟ ما این سرخ کردنی انجام. بیا دمت گرم. عالیه. ساعتی هست دیگه. آقا میای اینو برای من روشن کنی؟ میترسم. داداش اون نه این وسطیه. اینو. گاز دیگه. حالا بذار دیگه این وسطیه. یا خدا انفجار ولش کن. داشت کلی جای گاز گرفت. شرف ول کن. داشت اینجا بوش اومد منفجر میشیم. بود کن بذار گاز ول کن. داشت فندک نداری؟ دیگه همون پر شد از گاز. داشت این چرا روشن نمیشه واقعا؟ من قرار من ورد روشن کردی؟ خیلی جون دوستیه باشتی داشت اوه کبریت او گاز همه جا رو گرفت. نه ترس داشت چیزی نیست. تاش مرگه دیگه. چون سیاه استفاده کرده. بیا من روشن کنم. یا حسین الحمدلله رب العالمین. اینجا چون میمه رو بذار یه همه چی میتره که. نه چه آروم میاد. بذار داغ شه. آقا دستپخت من دست نزنید دیگه آقا. بیا داشت دستت هم بشور ثواب داره. داشت من بیمه حضرت عباسم کثیف نمیشه. بله داشت کردی دیگه یاد زدی.
برو بشور. دوستان 5 دقیقه که ملایم سرخ شد طلاییشون نباید بسوزه، نباید قرمز و طلایی. ببینید الان واسه خود درست شه. هی آقای آهنگ بذار پردی برقصی. چه کردی؟ ممکنم خود انگلیس 3-4 سال سرشاز بودیم توی پادگان داره وقت ویدیو شده شروع کرد. هشتی دیگه نمیخوایی روشن کنی برامون؟ اگه روشن کنی که ممنون میشی، چون همسایه بوی تخم مرغ و سوسیس اینه یه پیچه اشکال نداره داداش، ما حرفه‌ای میتونیم کنیم. جیگر همین میمیریم. آقا جان اوه بذار سوسیسه قشنگ بپزه مشتی بسه اوه شروع نکرده بود اولین بار. خواه در اومد، کاری ندارم حالا. چش زدیم بعد در اومد. ریدی؟ نه خوب آقا رید آقا رید یه تانکم عجبه یه هم بزن همه رفت یه گوشه اینو روغنش کمه مشتی کم بیاد ما درسته چرا میاری یه گوشه خب روغن نداری میسوزه مشتی روغن نداره. چی؟ اسمش مایکاره ریشمیه انگار 120 نفر جویدن ریختن. آقا چی بشه به هم بذارم دیگه پلاستیکی بده مشتی هرچی میگی بهتر میکنه. آره خوشش دفعه دیگه زرما خب در نمیخوای بندازی ها معنی والا سفره که خونه شماست نمیدونم کجا. آقا نمکت کجاه؟ کشو زیرشو نه جدی سفره کجاست؟ این؟ خودشون هاشش این؟ کم برید اوی چه؟ مشتی بخواه چیز کنی؟ چوسی های خفه شو اون خودش 2 سال آموزشه بعد بعد چوسی چیه؟ حاضره؟ Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the از fuck, پخت man? دوست فداکار نوکرم چی؟ نه نسوزونه؟ همین دیگه مثلا با این دوش جلایش کند دقیقا وسط هم نیست ولی قشنگ درستش هم میسوزه اگه میگم بذار پس روی این الان میبینی فرش سوراخ شد. نیستش روی اون؟ نه خوبه. آقای از بفرمایید تعارف نکنید تو رو خدا. نه ولی چیزا خوبیش. آقا نون نیاوردی مشتی؟ چی؟ نون نخریدی؟ خریدی؟ آره برو بیا مشتی. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. چی بود افتاد؟ دست آدم بود فکر کنم. سری گذاشتی یخچال. وای 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 خدا مردا شکر منه بیا خوش بینم بیا بشینیم بعد ببینم شده خورده واسه من کافه دهنت سرویس. اوه خدا مردم. ریدم آجی ریکورد نبود. چی؟ چی؟
میگم ویدیو ریکورد نبود 2 ساعت خوردیم همه کار کردیم یعنی چی ریکورد نبود؟ ریکورد گوه نبود می‌خوره. دیگه گوه میخوره ریدی گوه میخوره میگم ریکورد نبود آخه ریدم دهنه کی ریدیم قشنگ شاید سیف شده باشه بیا نگاه کنیم من خیلی شرمندم نمیتونم سرم بیارم بالا ما متاسفانه در حال ناهار خوردن بودیم و آقای اسب سیاه من واقعا متاسفم من نمیدونم چی بگم. ساکت شو. ساکت شو. امیدوارم که عذرخواهی ما رو بپذیرید دفعه بعدی تکرار نمیشه